با سلام و درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو سپری کرده باشید. در خدمتتون هستیم با دوره دیتا ساینس بر پایه سرفصل‌های دیتا ساینس فنی حرفه‌ای. دلیل این که ما سرفصل‌های فنی حرفه‌ای رو برای این دورمون انتخاب کردیم این بوده که شما بتونید در انتهای دوره و با دانشی که از این دوره کسب می‌کنید امتحان فنی حرفه‌ای رو ثبت نام کنید، اون رو بدید و مدرک بین‌المللی فنی حرفه‌ای رو بگیرید. خب امروز میخوایم راجع به قالب دوره، سرفصل‌ها، کارهایی که میتونیم انجام بدیم، میخوایم انجام بدیم و دانشی که بهش دستیابی پیدا میکنیم صحبت بکنیم. توی این دوره قراره که ما تمام منابع دوره رو داخل چند تا فایل براتون به اشتراک بذاریم. فایل اصلی که قراره براتون به اشتراک بذاریم یک رپازیتوری گیت هاب هست که مخصوص دوره ساخته شده و برای هر کدوم از سشن هامون یه به قولن فولدر میسازیم و تمام کامپوننت ها رو داخل اون میذاریم. همونطور که توجه شاید بکنید داخل این رپازیتوری گیت هاب ما 2 تا لینک گوگل داکس هم براتون گذاشتیم. یکی از این لینک ها که تیبل آف کانتنتمون هستش یا کلا مباحثی که داخل دوره تدریس میشه و لینک دیگه اون هم سشن ریپورته که داخلش اتفاقاتی که توی هر جلسه‌ای که ما داریم خواهد افتاد رو داخلش میذاریم. اما از منابعی که معرفی میکنیم، مباحثی که میگیم و حتی اساینمنت هایی که داخل این مبحث میذاریم. خب لینکی که شما باید برای رپازیتوری گیت هاب بهش وارد بشید داخل اکانت خودم هستش و یه رپازیتوری به اسم دیتا ساینس کورس هست که توی هم توضیحات ویدیو و هم داخل گروه قرار خواهیم داد که شما دسترسی رو بهش داشته باشید. در کنار اینجا میگم این 2 تا لینک رو هم میتونید مشاهده بکنید و وارد این 2 تا لینک بشید. تیبل آف کانتنت رو میتونید مشاهده بکنید که راجبش صحبت میکنیم و توی لینک دوم هم همونطوری که گفتم اطلاعات دوره رو میذاریم. خب توی این دوره ما میخوایم از دیتا ساینس و هوش مصنوعی صحبت بکنیم. حالا اینی که ما بتونیم راجع به این 2 تا موضوع صحبت بکنیم منوط به اینه که اول از هر چیزی بشناسیمش، راجع به تاریخش صحبت بکنیم، راجع به مباحث مربوطه و چیزایی که میخوایم توی این دوره ازش استفاده بکنیم. خب اولین چیزی که ما میخوایم راجبش صحبت بکنیم تاریخچه AI و هوش مصنوعی هستش. تاریخچه AI و دیتا ساینس خیلی طولانی تر و فراتر از چیزی که همه ما فکر میکنیم هست. همه اینها از کجا شروع میشه؟ از موقعی که انسان با ریاضیات آشنا میشه. ریاضیات زبان طبیعت و همه حدوداً در حال حاضر همه اتفاقات طبیعی رو میشه در قالب معادلات ریاضی نشون داد. پس چی میشه؟ اول مسیر ما از ریاضیات شروع میشه. بعدش چه اتفاقی میفته؟ در قدم دوم انسان ها استفاده میکنن از ریاضیات و مباحث ریاضی برای پیش بینی کردن، برای مدل سازی کردن، برای اینجوری بگم تبدیل دنیای واقعی به معادلات ریاضی. توی این روندی که به قولن دانشمندا و ریاضیدانان انجام میدن یه سری چیزا مثل پیش بینی و مدلینگ به وجود میاد که مبدأ دیتا ساینس هستن و دانش دیتا هستن، چون که این مدل ها و پیش بینی ها همون موقع هم بر اساس داده های دنیای واقعی انجام میشه. اتفاق بعدی که میفته که واقعا اتفاق بزرگی داخل علم داده بوده ابداع کامپیوترها بوده. چرا؟ به خاطر اینکه موقعی که کامپیوترها به وجود میاد به انسانها کمک میکنن که این به قولن پیش بینی ها و حالا تمام مباحث که داخل دیتا ساینس انجام میشه با یک لایه آسان‌تر اتفاق بیفته و نیازی به محاسبه دستی این موارد از بین میره و این موارد رو میشده با کمک کامپیوترها محاسبه کرد. توی این روند ما مدلینگ کامپیوتری رو هم داشتیم و تونستیم به یه سری الگوریتم هایی برسیم که توی این روند دیتا به ما کمک بکنه. ولی اخیراً ما تونستیم یه کار دیگه حتی داخل کامپیوترها بکنیم که این روند رو حتی برامون آسان‌تر هم بکنه.
یک سری زبانهای برنامه نویسی، یک سری ابزارهای برنامه نویسی توی طول زمان ساخته شدن که به ما این اجازه رو دادن که یک لایه انسانی تر شده هم از این قضیه به وجود بیاد. یعنی اینکه نیازی نبوده که ما از زبان خود کامپیوتر استفاده کنیم برای روندی که میخوایم روی دیتا انجام بدیم. مثلا برای مثال یکی از ابزارهایی که ما میخوایم ازشون استفاده کنیم داخل این دورمون که پایتون هستش توی این مرحله قرار میگیره. توی این مرحله اتفاقی که افتاده باعث شده که ما بتونیم راحت‌تر از همیشه این کارا رو انجام بدیم و محاسباتمون رو به کمک کامپیوتر انجام بدیم. اما حالا یک لایه حتی خفن‌تر از این موضوع به وجود اومده. دیگه نیازی نیست که ما به کمک دانش ریاضی که داریم بیایم و این مدل ها رو بسازیم و قوانینی که به ما کمک بکنه که این پیش بینی ها رو انجام بده داشته باشیم. میتونیم بجاش از مدل های هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ استفاده کنیم تا اونها برامون این قوانین رو بسازن و برای پیش بینی و مدل سازی به ما کمک بکنن. این قدم چیزیه که ما میخوایم بهش برسیم. هدفی که ما توی این دوره داریم اینه که در پایان این دوره بتونیم تمام مسائلی که میتونن درشون از پیش بینی و یک سری مباحث دیگه در نظر گرفته بشن رو بتونیم به کمک الگوریتم‌های ماشین لرنینگ و تکنیک‌های دیگه انجام بدیم. خب این چه کمکی به ما میکنه؟ این چه کاربردی میتونه برای ما داشته باشه؟ چیزی که مطمئناً میتونیم در نظرش بگیریم که توی روند برای ما اتفاق میفته یه مایند مپی به این شکل هست. میگیم خب آقا حالا ما اسم از داده آوردیم، اسم از مدل‌های هوش مصنوعی و ریسرچ و حالا اینجور چیزا آوردیم. خب شاید اینها در قدم اول برای شما یه خورده گیج کننده در نظر بیاد که خب از کجا شروع کنیم و به کجا برسیم. اتفاقی که خوبی که توی این دوره ما تونستیم انجام بدیم اینی که یک به قولن مهندسی معکوس داشته باشیم. برای رسیدن به قدم آخریمون و لایه آخریمون از اولین لایه استارت میزنیم و ریز ریز جلو میریم تا برسیم به اون چیزی که میخوایم. پس داخل این مایند مپ نامرتبی که الان میبینید به مرور زمان تغییراتی ایجاد میشه که باعث بشه ما بدونیم که چه کار میخوایم بکنیم و با کمک دانشی که بهش پیدا میکنیم حتی هوش مصنوعی‌های خیلی خفن بسازیم، از تصویرها استفاده کنیم، از صدا استفاده کنیم و حتی چیزای خفن‌تر. خب توی این دوره ما 6 تا سکشن اصلی رو در نظر گرفتیم داخل سرفصل هایی که میخوایم داشته باشیم. توی این نمودار شما 6 تا قدم رو میتونید مشاهده بکنید که دونه دونه براشون مثال میزنیم، توضیح میدیم و شرحشون میدیم. همونطوری که مشاهده میکنید قراره از ابزارمون شروع بکنیم و در آخر به پروژه پایانیمون برسیم. که یعنی چی؟ یعنی ما از اولین قدم استارت میزنیم تا جایی که بتونیم از هوش مصنوعی داخل دیتاهای واقعی استفاده کنیم. خب اولین قدم و اولین لایه چیه؟ ما اسمشو گذاشتیم تولز یا ابزار. ما اول باید با ابزارمون آشنا بشیم. توی این دوره ابزاری که ما انتخاب کردیم پایتون هست. یکی از بهترین زبانهای برنامه نویسی و آسان‌ترین زبانهای برنامه نویسی حال حاضر داخل دیتا ساینس هست. حالا شاید برای مباحث آنالیزی حتی ابزارهای آسان‌تر از این هم باشه که ما قطعا معرفی خواهیم کرد. ولی بیس اصلیمون برای ابزارمون پایتون خواهد. دومین قدممون پایتون برای داده هست. توی این قدم چی کار میکنیم؟ میایم حالا که یه دانشی از پایتون دریافت کردیم این دانش رو به قولن ترجمه میکنیم داخل کتابخونه هایی که میتونن داخل پایتون یه سری قابلیت ها رو به ما بدن. این قابلیت ها به ما کمک میکنه که دادهمون رو به قولن استخراج کنیم، لود کنیم، تغییراتی که میخوایم روشون انجام بدیم و به مراحل بعدی برسیم. مرحله بعدیمون پیش پردازش یا پری پروسسینگ. توی این مرحله ما یاد میگیریم که یک سری آنالیزها رو انجام بدیم، یک سری نتایج رو از دیتامون بگیریم و بر اساس این آنالیزها و نتایجی که دریافت شده تغییراتی رو داخل دیتامون اعمال کنیم که بهش پری پروسسینگ یا پیش پردازش میگیم. خب قدم بعدیمون اینه که از این داده های پیش پردازش شده استفاده کنیم برای دیولپ کردن و ساختن یک مدل
هوش مصنوعی که حالا این مدل هوش مصنوعی قراره چیکار کنه؟ قراره برای ما قوانینی بسازه که به ما کمک کنه برای پیش بینی و عوامل هوش مصنوعی دیگه. در انتها هم یه قسمتی برای شما در نظر گرفتیم که یک راجع به ایمیج پروسسینگ صحبت کنیم باهاتون که بتونید از داده‌های عکسی و تصویری استفاده کنید برای روند ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی. در انتها هم یک پروژه پایانی خواهیم داشت که یک کالکشنی از تمام این قدم‌ها خواهد بود که یک دیتا ست دنیای واقعی رو بتونیم بسازیم و ازش یه هوش مصنوعی خفن بکشیم بیرون. خب حالا چیزی که اینجا در نظر داشته باشید، تمام مواردی که توی این دوره گفته خواهد شد داخل گیت هاب قرار خواهد گرفت. اینا رو داخل گیت هاب میذاریم که تمامی سرفصل ها اینجا برای شما در دسترس باشن و بتونید از طریق اونها پروژه پایانی رو انجام بدید. و یک کار خیلی خفن هم که میتونید انجام بدید برای اینکه اینو بتونید داخل پیج خودتون به عنوان یه رپوزیتوری داشته باشید، میتونید یه فورک ازش بگیرید و پروژه پایانی خودتون رو داخل اینجا بذارید که نشون دهنده این باشه که شما با این کورس رو گذروندید و در انتها به کمک این کورس یه پروژه به قولن ماشین لرنینگی و دیتا ساینسی ساختید. خب در جلسه اول گفتیم که میخوایم شروع کنیم و از ابزاری که قرار استفاده کنیم صحبت بکنیم. اولین و مهمترین ابزاری که ما گفتیم میخوایم ازش استفاده کنیم پایتون هستش. پایتون یکی از باز دوباره همون طوری که گفتیم یکی از آسونترین و پر استفاده ترین زبانهای برنامه نویسی برای دانش داده و هوش مصنوعی. برای روندهای هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و دیتا ساینس اکثرا از یک فرمت داده و یک فرمت پروژه به عنوان نوتبوک استفاده می‌کنیم که با پسوند .ipynb ساخته میشه که مخفف آی پایتون نوتبوک هست. خب پس چی شد؟ فایل ما قرار یک فایل ipynb باشه. این فایل رو شما میتونید به راحتی داخل گوگل کلاب که یک سایت اوپن سورس و رایگان هستش لود بکنید و استفاده بکنید. این فضا یک فضای برگرفته شده از نوتبوک های جوپیتر هست که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته، ولی خب توی طول دوره ابزار آفلاینی که بخواید ازش استفاده کنید رو هم بهتون شرح میدیم و از اون هم استفاده میکنید. ولی الان فقط چیزی که از شما میخوام اینه که بتونید چند خط کد پایتون که قرار ابزار دسترسی ما به دانش‌های دیگه‌مون باشه رو انجام بدیم. خب دلیل این که ما از پایتون استفاده میکنیم چیه؟ اولین سوالی که شاید ذهن شما رو درگیر بکنه. پایتون اولین خوبی و مهمترین خوبی که داره به ما اجازه دسترسی به یک تعداد پکیج یا لایبرری میده. این لایبرری ها رو شما میتونید به عنوان کدهای آماده‌ای در نظر بگیرید که یک سری کارها رو برای شما انجام میدن. حالا کارهایی که دارن انجام میدن میتونه از بیسیک ترین و معمولی ترین کارها مثل حتی یه جذر گرفتن ساده باشه تا کارهای پیچیده تر و حتی الگوریتم های هوش مصنوعی. خب پس دلیل اولی که ما میخوایم از پایتون استفاده کنیم پکیج ها و لایبرری هایی هست که داخل اون وجود داره. دلیل دومی که ما از این ابزار استفاده میکنیم اینه که یادگیری به شدت آسونی داره و منابعی که براش وجود داره به شدت زیاد هستش. این منابع همه جا هم قابل دسترسی هستن. فقط کافیه شما توی یوتیوب پایتون رو سرچ کنید و با انواع و اقسام دوره‌های هوش مصنوعی و پایتون مواجه بشید. و یکی از ساده ترین روش‌های دیگه‌ای که میتونید به منابع پایتون و حالا پکیج های مربوط دسترسی پیدا کنید داکیومنتیشن هست. داکیومنتیشن ها برای تک تک کد هایی که ما قرار ران کنیم وجود دارن و تمام این خط کد ها زحمت کشیدن افرادی که اینا رو دیولپ کردن برامون داکیومنتیشنش رو هم و توضیحاتش رو هم قرار دادن. پس یکی از دلایل دیگه‌ای که ما از پایتون استفاده می‌کنیم کدهای آماده و توضیحات و منابع بسیار زیادی که براش وجود داره. خب
به رسم تمام برنامه نویسا اولین چیزی که ما میخوایم انجام بدیم با پایتون اینه که یه چیزو پرینت کنیم که شما بعد از زدن این خط کد داخل یه فضای برنامه نویسی میتونید اسم دیولپر رو روی خودتون بذارید، ولی حالا دیولپر دارید نه دیولپر. پس چی شد؟ میخوایم فقط و فقط براتون پرینت کنیم hello world. خب موقعی که ما این خط کد رو ران میکنیم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته ما داریم بر اساس سینتکس یا املای پایتون یک دستور مینویسیم که این دستورات وارد یک اینترپرتر یا مترجم خواهند شد که این مترجم این کد رو برای ما ران خواهد کرد و این کد رو برای ما، این دستور رو برای ما اجرا خواهد کرد. حالا دستورات ما دوباره همونطوری که گفتیم میتونن دستورات ساده باشن، مجموعه ای از دستورات ساده باشن که به قولن دستورات پیچیده تر رو میکشن بیرون. خب ما خیلی شاید تمرکز آنچنانی روی پایتون به خصوص نکنیم، ولی پایتون رو به اندازه خواهیم گفت که بتونیم روند دیتا پروسسینگ و روند هوش مصنوعیمون رو باهاش انجام بدیم. خب یه چیز دیگه ای هم که اینجا براتون قابل توجه باشه، هدف اصلی ما اینه که در پایان این دوره شما بتونید مسائل رو از یه پنجره جدید ببینید. این پنجره جدید چیه؟ پنجره‌ای که شما موقعی که یک مسئله رو میبینید با استفاده از علم داده به روش‌هایی که میتونید حل کنید این مسئله رو بهش فکر بکنید. خب خیلی وقتا حل یک مسئله شاید جواب ساده تر از چیزی که ما فکر بکنیم داشته باشه، ولی روند رسیدن به اون راه حل خب میتونه خیلی به قولن روند کمک کننده ای باشه. از چه لحاظ؟ برای مثال یک مسئله مثل تشخیص سرطان یا تشخیص یک بیماری داخل یک فرد میتونه یک مسئله مثلا به شدت سخت باشه که یک دکتر سالها و سالها راجبش تحقیق میکنه، راجبش درس میخونه تا بتونه از طریق آزمایشات مختلف حالا یک بیماری رو تشخیص بده یا یک مشکل رو پیش بینی بکنه. ما میخوایم شما در انتهای این دوره موقعی که مثلا همچین مشکلی رو میبینید با استفاده از دانشتون راه حلش رو پیدا کنید. خب من الان با استفاده از دانشی که مثلا به دست میارم فکر میکنم که آره میتونم دنبال دیتاش بگردم، بعد از طریق دیتایی که ازش پیدا میکنم بیام داخل پایتون دیتاش رو اون روندی که میدونم و یاد گرفتم تغییر بدم، تغییرات داخلش ایجاد بکنم و با یه الگوریتم هوش مصنوعی ادغامش بکنم که با کمک اون الگوریتم بتونم یه چیزی رو پیش بینی بکنم که توی این مورد یک بیماری هست. و حالا دیتای ما هم خیلی چیز گسترده‌ای میتونه باشه، میتونه انواع و اقسام دیتا رو در بر بگیره. خب یکی از مهمترین چیزهای دیگه ای هم که ما توی این دوره باش کار میکنیم ریاضیات هستش. یعنی ما اکثر مباحثی که میگیم با ریاضیات ادغام شده و شاید خیلی از مباحث ریاضی که شما فکر میکردید به هیچ وجه به دردتون نمیخوره داخل این الگوریتم ها و روندها براتون میتونه مورد استفاده قرار بگیره. خب برای مثال اینجوری بهتون بگم، شما شاید مشتق رو یاد گرفته باشید و توی اون مدرسه که مثلا یاد گرفتید به خودتون گفتید خب حالا این به چه درد من خواهد؟ در صورتی که در یکی از قسمت هایی که در حال حاضر بیشترین اهمیت رو داخل دنیای هوش مصنوعی دارن، مشتق گرفتن یکی از اتفاقاتیه که توی هر لحظه صدها بار داره داخل اون مدل هوش مصنوعی و الگوریتم هوش مصنوعی اتفاق میفته و به کمک همون مشتق گرفتنه هست که این یادگیری داره اتفاق میفته. خب حالا این یادگیری که ما داریم میگیم، کلمه یادگیری که داریم ازش صحبت میکنیم، از هوش مصنوعی که داریم صحبت میکنیم یا از دیتا که داریم صحبت میکنیم، منظورمون چیه؟ واقعا شاید کلماتی گنگی باشه، شاید مباحث گنگی براتون باشه. ببینید یادگیری یه عملکردیه که در مقابل یک دیتا، یک تجربه و یا یک اتفاق انجام میشه. برای مثال یادگیری رو ما میتونیم به چی مثال بزنیم؟ انسان موقعی که بچه هست خیلی چیزا رو نمیدونه و بعد از تجربه کردن یک سری چیزا رو یاد میگیره.
یادگیری از طریق تجربه مثلا چجوریه؟ یک بچه کوچولو داریم میره سمت یک جسم داغ، میره سمت یک چیزی مثل آتش. شاید اولش ندونه که این یک چیز خطرناکه، ولی موقعی که دستش رو میبره روی این شعله یا حالا چیز گرم و میسوزه، میفهمه که این یه چیز خطرناک است. حالا چه اتفاقی افتاده؟ یک دیتا دریافت شده، یک حس سوختن، یک دریافت شده که باعث شده این فرد یاد بگیره و این بچه یاد بگیره که یه جسم مثلا داغ یا آتش میتونه دست رو بسوزونه. خب پس چی شد؟ یادگیری میتونه از طریق دیتا به وجود بیاد و داخل یادگیری ماشین یا همون ماشین لرنینگ هم به همین شکل خواهد که یادگیری به کمک یک داده اتفاق خواهد افتاد. حالا داده های ما قراره چجوری باشن؟ توی روند هوش مصنوعی امروزی ما از تک تک انواع داده ها میتونیم استفاده بکنیم. داده های تصویری، داده های عددی، داده های جدولی، داده های ماتریسی حتی شبیه وکتورها و اینجور و مثلا حالا بردارها و حتی دیتاهای امواج، دیتاهای زبان انسانی مثلا همین انگلیسی که می‌نویسیم و حتی هوش مصنوعی‌های امروزی میتونن برای ما کد بنویسن. ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم برای اینکه کد هوش مصنوعی بزنیم. خب که اتفاقا راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم. توی این دوره من از شما انتظار ندارم که بتونید به صورت فی‌البداهه کد بزنید، ولی بیشتر از هر چیزی میخوام که شما کد ببینید و بفهمید که این کد زدنه و این کدی و این دستوری که شما نوشتید قراره چه کاری انجام بده و منجر به چه چیزی بشه و در کنارش یه خورده هم از تئوری هوش مصنوعی سر در بیارید. و اینها باعث میشه که برای پروژه پایانیتون خودتون بتونید یه مبحث انتخاب کنید، یک دیتا انتخاب کنید و با کمک اون دیتا یک هوش مصنوعی خفن بسازید. پس قولی که من داخل این جلسه به شما میدم اینه که روز آخر این دوره شما آمادگی این که یک پروژه، حالا نمیگیم پروژه خیلی خفن، ولی یک پروژه چشمگیر ماشین لرنینگ رو بتونید انجام بدید. ازتون خواهش میکنم که تیبل آف کانتنت یا همون مباحثی که توی دوره درس خواهد داده شد رو بررسی کنید. چیزهایی که توی هر جلسه خواهیم گفت رو نگاه کنید. اساینمنت ها رو اگر انجام بدید قطعاً خروجی بهتری دریافت خواهید کرد و مطمئناً در انتها نتیجه بهتری هم خواهید گرفت. خب ادامه میدیم با مباحث تولز یا همون ابزارهایی که ما میخوایم استفاده کنیم برای روند کارمون. خب گفتیم که مهمترین ابزار ما قرار پایتون باشه. اول از هر چیزی یه خورده راجع به پایتون بخونیم، ببینیم پایتون چیه، چی کار میکنه و قراره برای ما چه کار کنه. پایتون یک زبان های لوله که به صورت آبجکت اورینتده. حالا تک تک اینا رو یه توضیح بیشتر میدم. یک زبان های لول جنرال پرپس به قولن اینترپرتریه که امروزه به شدت برای این مباحث استفاده میشه. خب موقعی که ما میگیم یک زبان جنرال پرپسه یعنی چی؟ منظور ما اینه که این زبان توانایی انجام چند تا کار داره. پس چی شد؟ اولین مبحث جنرال پرپس بودنش. یعنی چی؟ یعنی تنها کاری که پایتون میکنه قرار نیست دیتا ساینس باشه، قراره کارهای دیگر هم برای ما انجام بده. یکی از کارها مثلا وب دیولپمنته که برای بک اند از طریق کتابخونه جنگو استفاده میشه. استفاده دیگه که براش انجام میشه اکثر وقتا برای ساختن اپلیکیشن، مخصوصا اپلیکیشن هایی که روی ویندوز هستن به کار میره. یکی از کاربردهای خفن دیگهش اتوماسیونه. یعنی چی؟ اتوماتیک سازی. خب پس چی شد؟ و کلی قابلیت دیگه که به ما این اجازه رو میده که به پایتون بگیم یک زبان جنرال پرپس. دومین کلمه‌ای که گفتیم های لوله. منظور ما از های لول چیه؟ منظور ما از های لول اینه که زبان پایتون
شباهت به زبان انسانی داره، نزدیکتر به زبان انسانی تا زبان کامپیوتر. یعنی چی؟ یک زبان های لول به زبان انسانی نزدیکتره و یه زبان لو لول به زبان کامپیوتر نزدیکه که قابلیت‌های مختلفی رو داخل زبان‌های مختلف ایجاد میکنه. خب حالا یه زبان‌های لو های لول مثل جاوا اسکریپت و پایتون، زبان‌های لو لول مثل اسمبلی و باینری که زبان‌های به شدت سختی هستن. یعنی های لول بودن به نشانه آسون بودن یک زبان نیست، ولی خب حالا اکثرا زبان‌های های لول یادگیری آسون‌تری دارن. خب سومین کلمه‌ای که راجبش صحبت کردیم آبجکت اورینتد بودنشه، شیءگرا بودنشه. پایتون یک زبان شیءگراه. یعنی چی؟ یعنی ساپورت میکنه از پکیج و به قولن کتابخونه‌های مختلف. یعنی چی؟ همون اول کار ما گفتیم یکی از دلایل این که میایم سراغ پایتون برای روند کارمون اینه که یک زبان بازه و کدهای آماده، پروژه‌های آماده و لایبرری‌های خیلی زیادی درش وجود داره. خب آبجکت اورینتد بودن پس چه شد؟ قابلیت این رو به ما میده که پکیج و لایبرری داشته باشه. خب کلمه آخری که میخوام راجبش صحبت بکنم که به زبان پایتون بستگی داره اینه که زبان پایتون با اینترپرتر استفاده میشه. یعنی چی؟ ببینید ما دو تا حالت داخل زبانهای برنامه نویسی غیر از لو لول و های لول داریم. زبانها یا میتونن اینترپرتری باشن یا کامپایلری باشن. زبانهای اینترپرتری شامل همین پایتونی که ما میخوایم ازش استفاده کنیم میشه و حالا جاوا اسکریپت و یه سری زبانهای دیگه. زبانهای کامپایلری اکثرا مثلا مثالی که براش میزنن زبانهای خانواده سی مثل سی شارپ و سی پلاس پلاس. اتفاقی که داخل زبانهای کامپایلری میفته کد ما اول به زبان ماشین کامپایل میشه یا به قولن ترجمه میشه و سپس ماشین میتونه این رو اجرا کنه. پس چی؟ بعد از اینکه تبدیل به کد ماشین شد برنامه ما و دستور ما اجرا میشه. خب این شد کامپایلر. حالا اینترپرتری به چه شکلی؟ زبانهای اینترپرتری یا مفسری به صورت لاین به لاین اجرا میشن. یعنی چی؟ یعنی شروع میکنه دستورها رو خط به خط اجرا میکنه. بعد از اجرای اولین خط میره سراغ خط دوم و بعد از اجرای خط دوم میره سراغ خط بعدی. قابلیتی که داخل این اینترپرتری به وجود میاد اینه که ما میتونیم ارورها رو قبل از اینکه بخواد ردش بکنه بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر یک اروری داخل خط دوم وجود داشته باشه قبل از اینکه ما بریم سراغ خط دوم پایتون به ما میگه که آقا شما اینجا ارور دارید، اول ارورت رو برطرف کن بعد از من انتظار داشته باش که بتونم خط سوم رو هم برات ران کنم. خب این یک توضیح جنرال از اینترپرتر و کامپایلره که اینترپرتر به صورت خط به خط کد رو به صورت مستقیم و دستور رو به صورت مستقیم اجرا میکنه. خب پس چه شد؟ پایتون یک زبان اینترپرتری مولتی پرپس آبجکت اورینتد و دیگه چی بود؟ های لول هست. خب این زبان ورژن های مختلفی داره که الان حدوداً توی ورژن فکر کنم 3.12 هست. این ورژن ها قابلیت های مختلفی شاید داشته باشن ولی اکثرا املای یکسانی دارن. خب ولی توی پروژه های هوش مصنوعی همیشه باید به این توجه بکنیم که از چه ورژن های کتابخونه یا پایتون داریم استفاده میکنیم. خب
گفتیم که اولین کدی که مرسومه توی پایتون کلا اصلا همه زبان‌های برنامه‌نویسی ران کنید اینه که اول به دنیا سلام کنید، بعد به شاخه‌ای که می‌خواید. حالا یه چیز باحال که داخل آی پایتون به ما اجازه میده که مثلا یه سری کار رو راحت تر انجام بدیم، عدم نیاز به پرینته. فقط با صدا زدن میتونیم اشیاء رو مشاهده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من یه تکست داشته باشم، یک متن داشته باشم که نوشته باشه I love data science و این رو داخل یه متغیر بذارم که حالا متغیر رو شما توی قالب یک ظرف خالی در نظر بگیرید که یک شیء رو یک به قولن چیزی رو داخل اون ظرف نگهداری میکنه. توی این مورد ظرفی که ما ساختیم متن من دیتا ساینس رو دوست دارم رو داخل خودش قرار داده. حالا من اگر فقط اون ظرف رو صدا بزنم بگم هی ظرف X بیا میخوام ببینمت، میاد و خودش رو به هم نشون میده. خب پس ما تا اینجا چیکار کردیم؟ به دنیا سلام کردیم و گفتیم که دیتا ساینس رو دوست داریم. خب شاید الان قدم هایی که دارید برمیدارید رو به عنوان قدم تاتی تاتی بچگونه ببینید، ولی همه قدم های بزرگ از همین قدم های کوچیک شروع میشن و توی طول دوره ما شما میتونید به راحتی از همین چیزهایی که دارید از همین الان یاد میگیرید استفاده کنید برای گرفتن نتایج. خب برای مثال دارم میگم، شما که قرار نیست همیشه پرینت کنید من پایتون، من دیتا ساینس رو دوست دارم یا سلام دنیا. یک روز قرار پرینت بکنید چی که X برای مثال پیش بینی شما هست. یه پیش بینی داشتید، از هوش مصنوعی استفاده کردید، یه پیش بینی خفن گرفتید، این پیش بینی رو میریزید داخل X و بعد اون X به قولن پیش بینی رو پرینت میکنید. و همین دلیل میگم که اصلا دل سرد نباشید و که توی همون چند جلسه اول خودتون پیشرفت خودتون رو میبینید و میتونید از حالا پایتون استفاده کنید برای اهدافی که در ادامه دوره خواهیم داشت. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون بودم. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کنید و آخر هفته خوبی رو داشته باشید. اگر اینو توی یوتیوب میبینید یه لایکی بکنید، یه کامنت هم برامون بذارید. این زنگوله هم بچه‌ها میگن باشه، یه سابسکرایب هم بکنید و به ما کمک بکنید. خدا نگهدار.